قبل از اینکه راجع به سیمتری با هم صحبت کنیم، بذارید یه چیزی بهتون نشون بدم. میام این گوشه و فلور رو میزنم. به صورت دیفالت توی زیبراش وقتی فلور رو میزنین وای اکسیسش روشن هستش. یعنی چی؟ ما توی فضای 3D غیر از ورتکس، ایج و فیس که گفتیم آبجکت های 3D رو تشکیل میدن، 3 تا اکسیس هم داریم: X, Y و Z. حالا اینا چی هن؟ X میشه چپ و راست مدلتون، Y میشه بالا و پایین مدلتون و Z میشه جلو و عقب مدلتون. اگه من اینجا الان تو این فلور الان Y روشن هستش، X هم روشن کنم، میبینین که یه دونه صفحه قرمز برام میاره و Z هم بزنم یه دونه صفحه آبی. اینا همه کالر کود هستن و میتونین راحت اونجوری بفهمین که کدوم اکسیس الان فعاله یا داریم به کدوم اکسیس اصلا نگاه میکنیم. به صورت دیفالت توی زیبراش Y سبزه، X قرمزه و Z آبی. این باعث میشه که شما راحت‌تر بتونین توی فضای 3D تون نویگیت کنین و بدونین که تو کدوم اکسیس الان دارین تاثیر میذارین. خیلی خب، دیوایدر بغل رو باز میکنم و از این منوی بالا ترانسفورم رو ور میدارم میندازم این گوشه. توی زیبراش وقتی شما X رو میزنین سیمتریتون فعال میشه و همونطور که میبینید من الان اینجا یه دونه کراسر دارم که اینجا داره کار میکنه، ولی وقتی X رو میزنم تبدیل به 2 تا میشه. یعنی چون X اکسسم روشن هستش، هر کاری که سمت راست میکنم سمت چپ مدلم هم همون اتفاق داره میفته. اگه X رو قطع کنم Y رو روشن کنم، هر کاری بالای مدلم انجام بدم پایین مدلم هم اون اتفاق میفته، یا برعکس فرقی نداره، هر کاری پایین انجام بدم میررش رو میندازه برام بالا. وای که قطع کنم Z رو بزنم، گفتیم جلو و عقب آبجکتم میشه Z اکسیس. پس من اگه اینجا الان یک تأثیری روی مشم بذارم برم عقب ببینم، میبینم که همون اتفاق توش افتاده. کلا سیمتری خیلی توی 3D به کار میره، به خاطر اینکه خیلی کار رو ساده تر میکنه و عملا شما مجبور نیستین که کل مدل رو طراحی کنید، مدل کنید یا اسکالپتش کنید. یک طرف که کار انجام بدین روی یکی طرف هم اون اتفاق میفته. مثلا ما الان یه دونه هپی فیس خیلی معمولی اینجا میزنیم، میبینید که من به خاطر اینکه اکسیمتریم روشنه خیلی سریعتر دارم به این شکلی که میخوام میرسم. من میام این سری این پایین R رو میزنم، X اکسیسم هم روشنه. حالا وقتی بیام رو مدلم میبینین که تفاوتی پیدا کرده و دیگه به صورت چپ و راست اون اتفاق نمیفته و دور مدل من در اکسیس X به من چند تا نقطه داده و اگه روش بکشم میبینین که هر تأثیری که دارم میذارم روی X اکسیس داره به صورت دورانی برای من روی مدلم تأثیر میذاره. حالا اگه بیام به جای X Y روشن کنم، گفتیم Y بالا و پایین مدلمه، همون اتفاق داره میفته ولی از بالا به پایین. Y رو قطع میکنم و Z رو میزنم. Z هم که گفتیم جلو و عقب مدلمون. الان که میبینیم رو X تاثیر گذاشت، Y هم روشن میکنم و میبینیم که یه همچین حالتی میشه. X هم که اگه روشن کنم که دیگه اصلا خیلی همه چی قرباتی میشه. معمولا شما وقتی دارین با رادیال سیمتری کار میکنین خیلی خیلی کم پیش میاد چی بشه که شما از 2 تا اکسیس استفاده کنین، ولی معمولا یه دونه هستش. این بغل که میبینین زده رادیال کانت، تعداد این نقطه هایی هستش که تو هر در اصل میرر دورانی که داره برای ما انجام میده روی مشمون میذاره. یعنی چی؟ یعنی من اگه اینو بکنم 12 به جای 8 تا نقطه حالا 12 تا نقطه دارم که داره تاثیر میذاره روی رادیال سیمتری. دوباره میبرمش رو 8 و میام رادیال سیمتری رو میکنم روی وای. میبینی که ما قبلا گفتیم اگه رو براش استانداردتون هستین آلتو که نگه میدارین کم میکنه و مثلا هم میکنه ور میداره رو مدلتون. این باعث میشه که ما بتونیم یه سری خیلی تاثیرات سریع بذاریم و تو این حالت تقریبا میشه گفت عین
اون میز گردان سفالگری هستش که حالا اسم تکنیکالش من نمیدونم، همجوری بهش میگم میز گردان. و اگه براش هم بیام عوض کنم، مثلا بذارمش روی دم استاندارد، میبینیم که خیلی راحت من میتونم به یه شیپ هایی برسم که شاید اگر رادیال سیمتری روشن نباشه یه مقدار رسیدن بهش سخت باشه و اینقدر سریع نتونیم. دیگه دارم پلیگون کم میارم، کنترل دی رو میزنم که یه ساب دیویژن بهش اضافه شه و شروع میکنم تاثیرگذاری روی این آبجکتم.